تحفه عجیب و باور نکردنی آریانا سعید در سال روز تولد اسیب نامزدش. اسیب نامزد آریانا سعید چند ساله شده است؟ تحفه آریانا برای نامزدش چی بوده است؟ اکنون اسیب و آریانا در کدام کشور زندگی می کنند؟ مصروف چی کار باری هستند؟ من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام، شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. برای دوست شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. آریانا سعید، هنرمند مشهور، محبوب، ملکه دلهای افغانستان، یکی از هنرمندان بی‌بدیل و تاریخ‌ساز در هنر موسیقی افغانستان می باشد. صدا و سیمای آریانا سعید در هنر موسیقی افغانستان ثبت تاریخ شده است. آریانا سعید دیر نمی شود در راه هنر موسیقی برای مردم افغانستان خدمت‌های بی‌بدیل خود را انجام دهد. آریانا سعید در سن خیلی کمی که داشت توانست من حیث داور و یاور در بزرگترین برنامه‌های موسیقی افغانستان اشتراک کند. آریانا سعید با مدیر برنامه‌هایش اسیب در سال 2018 نامزد شد. نامزدی آریانا با این مرد در جریان برگزاری کنسرتش در کشور استرالیا به وقوع پیوست. آریانا سعید تاکنون ازدواج نکرده است، ولی با همسرش اسیب در یک خانه زندگی می کند و این دو کارهای هنری خود را به طور موفقانه به پیش می برد و حتی اسیب نامزد آریانا سعید لقب مرد شجاع افغانستان را از آن خود کرده است. روز قبل اسیب نامزد آریانا سعید 35مین بهار زندگیش را آغاز کرده است و آریانا سعید در سال روز تولد اسیب تاریخ عروسی خود را معلوم کرده است. قرار است آریانا سعید در ماه جولای سال 2024 ازدواج کند. من هم سال روز تولد اسیب را از صمیم قلب تبریک گفته و آرزوی موفقیت و سعادت برای این زوج موفق و ناماشنای کشور خود از بارگاه عزت منان خواهانم. دوستان نهایت عزیز، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با دوستداران و علاقمندان آریانا سعید و اسیب به اشتراک بگذارید. اگر تا هنوز عضو کانال دنیا اینفو نشدید، پس برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. سلامتی شما عزیزان آرزوی من است. تا درود دیگر، بدرود.